با توجه به شرایطی که در ایران به هر حال رو به استیبل شدن هست، دوستان زیادی تماس میگیرن که برای مهاجرت تحصیلی به ترکیه چه اقداماتی باید انجام بدیم، چه برای دانشگاه خصوصی، چه برای دانشگاه دولتی و آذین تریوس و شرایطی که داره، چه کارهایی باید انجام بدیم. خب می‌دونید که الان اکثر سفارتخانه‌ها تعطیل هستن و تنها کشوری که به راحتی شما می‌تونید اقدام کنید ترکیه هستش. خب این مسئله برای اقدام نکات خیلی ریز و نکات خاصی رو داره که اگر خودتون بخواید به هر حال اقدام بکنید ممکنه دچار خطاهای به هر حال جبران ناپذیری بشید. من در خدمتتون هستم با توجه به شرایطی که در ایران پیش اومده به صورت کاملا رایگان تمامی این نکات رو در اختیارتون قرار بدم. کافیه که زیر این پست، زیر این استوری شماره‌ای که امکان این باشه که از خارج از کشور باهاتون تماس گرفته بشه، شماره واتساپ یا شماره‌های به هر حال شبکه‌های نظیر واتساپ برای من ارسال کنید تا به هر حال هماهنگی لازم براتون انجام بشه. مشاوره کاملا اختصاصی خواهید داشت و تمامی این اطلاعات متناسب با نیازتون، چه برای دوره‌های لیسانس، چه برای دوره‌های فوق لیسانس و یا حتی دکترا، در اختیارتون قرار خواهد گرفت.